بچه‌ها اومدم بهتون یاد بدم چجوری خونه رفیقاتون رو خراب کنین. اگه این ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنین فرداش و شب میبینین که من اومدم سرتون رو بوس کردم تو خوابتون. خب بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. بچه‌ها اول شما میایین همچین دستگاهی رو میسازین. اینجا دو بلاک میکنین، آب میذارین، بعد داخل هر کدوم از همینا هستش یا آب میذارین. نه، داخل هر چی از همینا هستش TNT میذارین. بعدش هم شما اینا میذارین. بعدش هم یه دکمه اینجا میذاریم. بعدش هم فقط این چیه؟ یه دستگاه اینجوری. ولی وقت خونه اینا بزن خونه همه جا خراب بشه. نگاه کنید الان اینا بزنن پشت سر هم TNT میذاره. خوشی بچه واقعا کیف رو ببارید. فقط کیف رو ببارید. یادتون نره لایک و سابسکرایب کنین. اگه بکنین من همیشه واسهتون آموزش که بلد نبودین رو میذارم. اگه این کار بلد این ویدیو رو بزنیم بره. اگه بلد نیستیم تا آخر ویدیو ببینید. ممنونم که دارین ویدیو رو تماشا میکنین. نگاه کنین همینجوری داره بوم میزنه. بوم به این کار میگه خونه خرابی. حالا بچه‌ها من نمیتونم زیاد ویدیو بذارم. اگه میتونستم همین الان میذاشتم. حالا تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.